مطبوعات قشون‌های سرحدی تاجیکستان خبر داد که نیمه دوم روز 13 ایول ساعت 16:00 77 شهروند ملکی افغانستان از جمله 26 مرد، 20 زن و 31 خردسال که اساساً ساکنان قرقیزتبار دهه اندمین ولسوالی وخان ولایت بدخشان افغانستان میباشند، از ترس تعقیب طالبان و برای حفظ جان خود خط سرحد دولتی را در منطقه جماعت دهات قزلرباط نویه مرغاب عبور نموده وارد قلمرو جمهوری تاجیکستان شدند. آنها چاروای خود را از جمله 1000 سر چاروای میده شاخدار، 300 سر قطوس، 3 سر شتر و 30 سر اسب را با خود آوردند. مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی گفت سرحدبانان تاجیک با نظرداشت رابطه نیک انسان دوستی به گریزگان اجباری افغان برای ورود به قلمرو جمهوری تاجیکستان اجازه دادند. عین زمان گریزگان افغان در موضع‌های اندمین و چشتپه جماعت دهات قزلرباط نویه مرغاب قرار دارند. مرزبانان تاجیک میگویند وضعیت در منطقه ذکر شده مرز دولتی تاجیکستان و افغانستان تحت نظارت پوره سرحدبانان تاجیک قرار دارد. در کمتر از یک ماه اخیر جنگجویان حرکت طالبان قسمت اکثر مناطق هممرز با تاجیکستان را در شمال افغانستان اشغال کردند. این باعث به خاک تاجیکستان فرار کردن بیش از 1500 سرباز و افسر و بیش از 1000 نفر از ساکنان ملکی افغانستان شد. پیشرفت‌های اخیر طالبان نگرانی‌های را به بار آورده است که حکومت کنونی افغانستان بعد خروج نیروهای ائتلاف میتواند سقوط کند. طالبان گفتند که قصد ایجاد ناامنی در مرز با کشور تاجیکستان را ندارند.